سلام، وقتتون بخیر. اینجا در ایران 29 بهمن ساعت 8 صبح هست. این ویدیو در مورد آقای رائفی پور هست. این برنامه جعبه سیاهی شبکه افق و این موضوع جالبیه. الان دوستان خیلی از افراد موضوع آقای هادی عامل اینا رو میدونن که قبلا پیش اومده بود. چیزی که خیلی جالبه من داشتم بهش فکر میکردم، این برنامه جعبه سیاه پارسال این موقع اصلا ساخته شده، بعضی بخشاش هم بازپخش شده قبلا ولی دیده نشده بوده اصلا. این موضوع خود این موضوع جالبه، یعنی خیلی عجیبه. این شما اگه ببینید با چه کسایی مصاحبه کردن تو ویدیو قسمت قبلی که سیبیل مهمان برنامه رو کنده بود، گفتم که اگه شما کسی حوصله داشته باشه بره بقیه مصاحبه ها رو ببینه، یک سوژه هایی از توش در میاد که تا سالها هر چند وقت یه بار صداش در میاد. این امروز دیدم که در اینستاگرام رو گذاشته بودن، بعد فهمیدم آقای رائفی پور هم بوده اونجا، علی اکبر رائفی پور. حالا لود نمیشه، من لینکش رو میذارم برای افراد. من اینجا به خاطر کپی رایت هم اصلا نمیتونم پخشش بکنم، ولی خلاصش رو شما بگم. ببین وقتی که این اولین بار این مسئله هادی عامل رو مثلا منتشر شده بود، اینجا من اومدم در همین کانال آپارات اگه دارید میبینید، اومدم حسابی اینجا ما انتقاد کردم آقا این چه وضعیه. حالا در یوتیوب اگه دارید میبینید توی کانال دیگه ای هستش قسمت‌های هادی عامل. اینجا فقط موضوعات مثلا هنری، فکری، فلسفیه. اشکال من اونجا چی بود؟ اشکال من این بود که آقا شما سوال درست رو در جای نادرست از فرد نادرست پرسیدی. اینجا بود اومدم اینجا بعد عکس عبدالکریم سروش و اینا رو گذاشته بودم، گفتم آقا شما باید یه سوال کفن هدیه دادن، اعلامیه طرف هدیه دادن به کسی که گزارشگر کشتگیر بوده قبلا، بعدن شده گزارشگر ورزشی یا چه میدونم افرادی که، یعنی تعداد کمی از انسان ها هستن که توان عاطفی پوسته روانی اینو دارن که به اصلا فکر کرده باشن در مورد این موضوع که به شما جواب بدن یا هر چیزی. من گفتم حرف من این بود که آقای صدا و سیما برنامه شبکه افق جعبه سیاه، هر کار شما درست بوده، حرف شما هم درست بوده، ولی به آدمای نادرستی. اونجا اومدم همین عکس سروش و اینا رو گذاشته بودم، دکتر موسی ابراهیمی دینه، گفتم که شما این سوال از فردی که کار فکری میکند، کار فلسفی کرده است، در این موضوع فعالیت کرده است، آمادگیشو داره، از میتونید همین چالش بپرسید. از من بپرسید میگم قبر خودم هم مثلا میخوام برم بکنم، چون خیلی مدام به این موضوعات فکر کردم از قبل، چون خیلی علاقه دارم بدونم بیشتر که مسئله من با مسئله مرگ چیست. خب ولی شوی گزارشگر ورزشی بنده خدا خبرم نداره، یه دفعه آخر کار به اعلامیه بهش دستش بدی واسه ناراحتی خودش میشه، خانواده‌اش میشه، بعدن میگه من ناراحت شدم پخش نکنید تو حواشی وجود. ولی نقطه آپتیمال درستش رائفی پور بوده که شما به طور حیرت آور یا نمیتونم پخشش بکنم یقه مجری رائفی پور بگیره، مثلا ناراحت نمیشه، هیچ استقبالم میگه، بعد میگه چرا زرگی ناهار یا ودیه ویدیو زرش پلویی هم میدادیم که اون که بله ما پختیم، بعد باز می جلوتر میگه شما فرض کن خودت مردی مجری میگه برق ازش میپره، میگه خب میگه حالا بعدش میگه که چیکار حاضر کنه، یعنی اون میدون اون دیگه میگیره دستش، یعنی که دیگه کار فکری کرد. حالا ما اینجا گفتیم فیلسوفر و اینا، حالا آقای رائفی مثلا سخنرانی میکنه، ولی خب حالا شاید در این حوزه کار کرده باشه، ولی خب کار کرده دیگه یه فردی. حالا این ویدیو من نمیدونم پخش کنم، دیدم که آواز مرغ سحر هم میخونه، خیلی جالب بود، یعنی کاراکتر جالبیه. رائفی پور ای کاش وارد سیاست مثل پارسال موقع نشده بود، بره لیست بده برای انتخابات. اون وارد سیاست شدنش بعد خیلی ارگانایز تر باید وارد میشه، آمادگیشو نداشت، بعد با یه طیفایی هم وارد، با یه طیفی وارد چالش شد که اون طیف از اینا خیلی قوی ترن، ریشه دارتر و قوی ترن از نقطه نظر درون گفتمان مثلا اصولگرایی. بعد رائفی پور همه جا میگه آقا ما صدا سیما نمیبرن، من بایکوت رسانه‌ای صدا سیما. تو الان تو برنامه اینم که بودی که، حالا این برنامه همه رو هاشم بنگزاده رو برده بودن، آقای خیلی افراد دیگر رو برده بودن. میگم از جای لیستش لینکشو میذارم در توضیحات، ببینید با چه کسایی گفتگو کردن، مثلا از داخلش میتونید خیلی چیزا کشف بکنید. اینکه که حوصله داشته باشید اینا رو ببینید قسمت آخرشو، چیزای جالب کشف میشه و واکنش افراد. ببین مثلا این فرد واکن، این فرد علیرضا قلبی شاعر، از شاعرم میتونی بپرسیش، شاعر فکر کرده در مورد این موضوع.
واکنش رائفه پور اینجا خیلی جالبه. واکنشش ناراحت نمیشه، استقبال میکنه، هیچی، میاد یه چیزی هم اضافه میکنه، میگی تو خودت فرض کن مردی، چقدر حاضری پول بدی برگرد؟ حالا یه سوالش خود مغالطه آمیزه، کسی که مرده که در جهان دیگر پول که نداره حاضر برگرده. خب ولی سوال فکر، سوال کارگاهیه دیگه. میگه تو چقدر حاضری انتقام، من از اینستاگرام پیدا کردم شد، انتقام هادی عامل رو گرفت، قشنگ برمیگرده بهش میگه تو چقدر حاضری، کارگاهو درست میکنه، میگه فرض کن همین الان مردی، تو حاضری چه کار بکنی که یه روز دیگه برگردی و برگردی چه کار کنی؟ خیلی سوال جالبی بود. آقا این آپتیمال دیگه، بهینه ترین سوال از فرد بهینش پرسیدی، این کارو بکن. گفت او ای به جمله بگفتی هنرش نیست بگو. حالا من خودم مثلا سوگیری دارم نسبت به صدا و سیما، همش اینجا منتظریم یه سوتی چیزی پیش بیاد دردش صحبت بکنیم. من به خاطر مثلا بعضی از برنامه‌هاشونو مثلا همین مثلا برادر آقای جلیلی که اونجا هست، همه میدونن که به این خاطر من سوگیری دارم دیگه. من باید طرفدار پزشکیام بودم، اینجا اومدیم هم کلی در موردش مثلا ولاگ درست کرده و اینا. یه قسمتش سوگیرانه من به مسائل صدا و سیما هر بار نگاه بکنم، ولی میپردازم، ولی واقعا این کار شما از چیز نباید بپرسی این موضوع رو. این که پزشکیان در همین چیزی که دارید میبینید، ولاگ‌های تبلیغات پزشکیان هست زمان انتخابات، به اون خاطر که برادر آقای جلیلی در صدا و سیما همه سوگیرانه مثلا به برنامه‌هاشون نگاه میکنم. ولی خب صدا و سیما خداییش در حوزه ورزشیش عالیه، عالی هم نه خوبه دیگه. خب برنامه‌های ورزشی و شبکه 3 اینا خیلی عالیه. از فرهنگی مثلا همین آقای فردوسی پور باید برگرده دیگه، مثلا یا حوزه ورزشی. فرهنگی خب خیلی کسای دیگه هستن کار رفتن کنار، اینا باید برگردیم. مثلا انتقادات اینجوری داشتم همیشه و دارم، چون بودجه خیلی زیادی داره، خیلی کارا میشه کرد با این بودجه، نه اینکه بخوای کفن حالا پرینت بگیری اعلامیه طرف حالا بدی و بیا سیبیل تو بکنم و اینا. شما یه برنامه بذار، این خیلی خوبه. این بحث معنویات، نه فقط معنویات حالا دینیه، مسئله مرگ مسئله اگزیستانسیالیستیه، مسئله وجودی انسانه و صحبت بشه. یا مشکل من نبود که چرا سوال پرسید این کارو کردی، مشکل بود که چرا با هادی عامل این کارو کردی. رائفی پور مثلا این کارو بگردی به شما جواب میداد، که جوابم میده و مطلبی هم اضافه میکنه تهش، آخرش هم خیلی جالب میشه. من لینکشو میذارم، کاملشو ندیدم راستشو بخوای، ولی میذارم لینکشو. در همین تلویزیون هست، تلویزیون همین برنامه اینش علی اکبر رائفی پور، اینجا 5000 نفر فکر کنم دیدن. آره 51. بعد این برنامه کلیپاش بیشتر از خودش، کلیپای تیکه های پخش شده اش بیشتر از خود برنامه دیده شده، خیلی جالبه. یعنی همین دو تا ویدیو که من درست کردم، دو تا ویدیو در هادی عامل و اینا، خیلی بیشتر از خود این برنامه در این آرشیو تلویزیون دیده شده، شبکه افق تیوی. ولی میتونید پیدا بکنید، یعنی خیلی سوژه های جالبی افراد دارن پیدا بکنن. من خودم الان بعضی ها رو ببینم میخوام که این مثلا از آقای اصغری نباید باشین کاری که بنده خدا این فرد گزارشگر هواشناسیه، ادعای موضوعات فکری فلسفی نداره که شما یه مثلا همچین کارو بکنید. ولی این شاعره، چرا بهش میخواد اصلا شما از کی باید از شاعر باید بپرسید. یه آقای واحدی برنامه صبح بخیر ایران بوده، از ورزشکارا نباید، ورزشکارا در این موضوعات زیاد. بله دکتر، ببین من اشکالم این بود مثلا این دکتر رزاقی، خب ایشون انقدر مرگ دیگه دیده که شما آقای مجری 100,000 سال دیگه هم نمیبینی، اون سلول به سلول شما رو میشناسه، شما نمیتونی رو سورپرایز بکنی در موضوع مرگ. که آقای هادی عامل خب ناراحت میشه، بعد توقع نداره الان از برنامه تلویزیونی میگه آقا رفتیم صدا و سیما مثلا گفتگو کنیم، یه دفعه مثلا از زیر میزی که جلوش دارن صحبت میکنن تو این جعبه است. خیلی جالب، از اول دارن صحبت میکنن نمیدونن که تو این جعبه است این چیز، اون مثلا کفن و اعلامی و اینا. خب ببین اینا مثلا بعضی مهمون بیشتر هم هست، فکر کنم 2-3 صفحه است. آره نه همیناست. خیلی خیلی سوژه‌های جالبی. من میدونم حالا بعداً خیلی چیزای دیگه هم کشف میشه، اگه شد اینجا میبینیم صحبت میکنیم. پس خواستم بگم چی، حالا کسایی که اون ویدیو من دیده بودن، اگه در یوتیوب دارید میبینید لینک اون موضوعات آقای هادی عاملی رو لینکشو میذارم توی کانال دیگه من هست. ولی اینجا
اینجا سیبیل اینجا کرد، ما گفت آقا سیبیلت واقعیه بذار تست کنم. بعد فکر کرد ناراحت شد خودش، خب گفت چیکار می‌کنی. حالا این مثلا این الگو رو از کجا آوردن نمیدونم، مثلا یوتیوبر خارجی بوده مثلا به فکر خودشون رسیده، ولی هادی عاملش بگونه این شد که آخرش اومدن معذرت خواهی کردن بابت این موضوع. خود رئیس سازمان گفت من نپسندیدم. خب اگه نپسندیدی چرا داره دوباره پخش میشه؟ چون باز پخش دیگه. بعد اگر تذکر دادی میگه من تذکر دادی خود دوباره بعد چون اون موقع نپسندیدی پس چرا الان داره باز پخش میشه؟ یا الان نپسندی؟ اگه الان نپسندیدی الان که پخش شده نپسندی پس قبلا چرا ندیدی؟ ببین اینا مثلا سوالات اون موقع. حالا من خواستم این مقدار برجسته سازی بکنم به قول خودمون، بولد بشه مثلا افرادی که ندیدن این برنامه. حالا علاقه‌مندانی داره آقای رائفی پور و اگه نمی‌دونستن این هست این برنامه برن ببینن، یا کلا افرادی که به موضوع مثلا موضوعات فکری اینجوری مثلا دنبال میکنن بدونن که مثلا همچین مصاحبه هست، همچین واکنشی نشون داده رائفی پور و جالبه. دیدم که حالا سرچ بکنید پیدا میکنید. آهنگ چیزو بخونه مرغ خیلی جالب. من فکر نمی‌کردم رائفی پور خوانندگیش اینجوری انقدر خوب باشه. خوب میخونه خدا. یعنی 2 بیت بیشتر نیست. کاش می‌تونستم پخش بکنم ولی کپی رایت داره نمیتونم. سرچ کنید پیدا می‌کنید. آواز رائفی پور مرغ سحر. اینم مثلا بنویسید جعبه سیاه رائفی پور، همین دی برنامه اصلیش. اینو من حالا خواستم جو پخش کنم ولی خب جالب بود. رائفی پور سورپرایز نشد از این موضوع. همین دیگه، یعنی انسان باید اینقدر استقامتش یا استقامت نه، ولی بحث مدیریت عواطف نیست که شما مدام صبح تا شب بشید به این مسئله فکر. این مسئله رو برای خودتون حل بکنید، از اون لحظه اضطراب وجودیتون حل میشه. یعنی جواب بدید آقا من هدفم از زندگی چیست؟ فارغ از این که مثلا میخوام یه باری از دوش کسی بردارم، خدمت بشریت بکنم یا غیره، و برای خودتون نقشی تعریف بکنید. مرگ اصلا پدیده خاصی، اصلا پدیده نیستش که شما 400 سال پیش کجا نگران اینید که الان شما نگران اینید که 400 سال پیش نه قصه میخواید از این. همین به این مسائل کسی فکر بکنه حل میشه. برای رائفی پور خودش تو این برنامه میگه من روزی 2-3 بار یاد مرگ میکنم. خب خیلی عالیه، کسی بتونه این کارو بکنه خیلی عالیه، جدی میگم شجاع‌تر میشه. دستور عمل منم اینه که آقا برید اگر خیلی میترسید در اینجا اصلا به صورت تمرین در مراسم خاکسپاری افراد شرکت بکنید. جدی دارم میگم. نه اونجا هی ترستون کمتر میشه نسبت به مسئله مرگ و متعالی تر میشید به مرور زمان. خود من این کار انجام دادم، یک چالنجی بود برای خودم، بتونستم مسئله رو حل بکنم و خیلی 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 تاثیر میذاره روی شما اگر بتونید به مسئله مرگ فکر بکنید و مسئله مرگ برای خودتون حل بکنید. رائفی پور حل کرده این مسئله رو. کفن که هیچی آقا، به شما میتونم بگم آقا اعلامیه کفن که هیچی. برای خودت برای طرف جالبه، میگی ببینم چه جوری میشه مثلا. که رائفی پور میگه آقا جو ناهارم میدادید مثلا. برای خودتون کلا پدیده این پدیده موضوع جالبی میشه از اون به بعد. خیلی جای فکر داره. ولی همین من می‌خواستم مثلا این اتاقی بذارم در این برنامه ویراستی بود، کلاب هاوس بود، چی بود، با یه فردی که فردی است که فکر کرده در این موضوعات گفتگوی بکنم از قبل از برنامه هادی عامل در همین موضوع مرگندیشی، مرگ آگاهی که دیگه موضوع هادی عامل پیش اومد و کفن و اینا دیگه جرئت نکردم بذارم، چون دیگه واقعا رنگ و بوی اونو میگرفت. میگه آقا تو شما میخواید که مثلا مردم رو بترسونید، مثال میگم تو دارین کاری که مجری با هادی عامل انجام داده رو داری مثلا توجیه میکنی. نه آقا مثلا اون موضوع جهانیه، موضوع بشری هست، از فکر کردن به پدیده مرگ. خب که دیگه گذشت رو حالا فعلا نمی‌کنم اون کار. حالا اینو گفتیم که رائفی پور اینجا معرفی بکنیم که این همچین پاسخی داده. خیلی ممنون که وقت گذاشتید. هر نظری در مورد من داشتید بنویسید. این کانال یوتیوب هم که اگه دارید اینجا می‌بینید اینجا موضوعات بیشتر هنری، جامعه و رسانه و اینا هست. و کانال‌های دیگه هم من دارم در مورد ورزشی و اینا. هادی عامل توی کانال اصلی منتشر کردم اون زمان چون به اینجا دسترسی نداشتم. لینکش رو در توضیحات میذارم. خیلی ممنون که وقت گذاشتید. فعلا همگی خدا نگهدار. امروز هم بازی پرسپولیس هست و نصر کلی حواشی خواهد بود. خداحافظ.